تعطیلات یا ماه عسل تو گرونترین جزایر شخصی جهان تجربه خیلی خاص و به یاد موندنیه که نصیب شمار اندکی از افراد جهان میشه. زندگی تو این جزایر حتی برای چند روز کوتاه باشه اونقدر شیرین و به یاد موندنی میشه که هر لحظه از اون به اندازه چند سال تو ذهن باقی میمونه. تو این ویدیو 8 جزیره شخصی گرون قیمت جهان رو بررسی میکنیم و مالکان اونها با صرف هزینه‌های میلیون دلاری جزیره شخصیشون رو همواره بروز و دیدنی نگه میدارن. حتما تا آخر ویدیو همراه هم باش که مورد آخر خیلی جذابه. مورد اول موشاکی در باهاماس. زندگی تو این جزیره دست کمی از گذراندن لحظات تو بهشت نداره، اما هرچه تو این جزیره زندگی آرام و دور از تنش باشه حداقل یه چیز داغ و قابل بحث داره، اونم قیمتشه. کرایه این جزیره حداقل باید برای 5 شب باشه. این جزیره در نهایت برای 24 مهمون اجاره داده میشه. نرخ اجاره تو این جزیره برای 12 تا مهمون از 37500 دلار شروع میشه، اونم فقط برای یک روز. مورد دوم، کایا اسپانتو تو منطقه کارائیب. از منطقه کارائیب به عنوان یکی از دیدنی ترین و در عین اسرارآمیزترین نقاط جهان یاد میشه. جزایری که تو این نقطه از زمین وجود داره همشون زیبا و بسیاری از اونها بکر و دست نخورده هستن. این جزیره شخصی تنها 4 هکتار مساحت داره. آبهای اطراف این جزیره شخصی تا کیلومترها کم عمق و بسیار شفافن، به طوری که حرکت کوچکترین ماهی‌ها از فاصله دور هم قابل مشاهده است. هزینه اقامت تو هر یک از ویلاهای این جزیره شخصی به ازای هر شب 1295 دلار و اگه اونقدر پول دارید که میتونید کل این جزیره رو اجاره کنید به ازای هر شب 11000 دلار باید پرداخت کنید. مورد سوم، گوانا آیلند توی منطقه کارائیب. باز هم کارائیب و باز هم یکی دیگه از جزایر شخصی دیدنی جهان. جزیره شخصی گوانا آیلند بخشی از جزایر بریتیش ویرجین آیلند هستش که متعلق به انگلیس و در اطراف پورتوریکو واقع در منطقه کارائیب قرار داره. این جزیره 850 هکتار مساحت داره، اما امکان دسترسی عمومی بهش وجود نداره چون این جزیره شخصی محسوب میشه. مجموعه منحصر به فردی از گیاهان بومی و جانوران ریز و درشت و البته غیر خطرناک تو این جزیره دیده میشن. در این میان گونه‌های منحصر به فردی از پرنده‌ها دیده میشن که تو هیچ نقطه دیگری از زمین وجود ندارن. هزینه یه شب اقامت تو ویلاهای مشرف به ساحل اقیانوس تو این جزیره برای هر زوج از 695 دلار شروع میشه. لطفاً اگه تا اینجای ویدیو رو دوست داشتید ویدیو رو لایک کنید، چنل رو سابسکرایب کنید و حتما منتظر مورد آخر باشید که خیلی جذابه. مورد بعدی مالدیو. در کشوری که به تدریج به زیر آب میره و پیش بینی میشه که تا چند دهه آینده دیگه اثری از اون نمیمونه، زیباترین جزایر گردشگری و شخصی جهان وجود داره. این جزایر متعلق به ثروتمندترین افراد جهان هستن که تنها برای حفظ و نگهداری از جزیرهشون ماهانه 10,000 دلار هزینه میکنن. بسیاری از خانواده‌های ثروتمند اروپا و آسیا برای سفرهای چند روزه این جزیره و جزایر مشابه رو به عنوان مقصد نهایی انتخاب میکنن. هزینه هر شب اقامت تو جزیره‌ای که شاید چند دهه آینده دیگه اثری از اون بر روی نقشه‌های محلی نباشه از 750 دلار شروع میشه. مورد بعدی ویلا کورالینا تو تاهیتی. تقریبا تمام اونایی که به تاهیتی سفر کردن این سرزمین شگفت انگیز و یکی از دیدنی ترین نقاط زمین عنوانش کردن. شهرت اصلیش به خاطر ساحل شنهای سیاهشه، اما چیز دیگه‌ای که تو این منطقه جهان وجود داره که توجه گردشگرای ثروتمند جهان رو تو سراسر جهان به خودش جلب میکنه اونم چیزی نیست جز جزیره شخصی ویلا کارولینا. به این جزیره شخصی میشه گفت بهشتی سرسبز تو دل اقیانوس. هزینه هر شب اقامت تو این جزیره برای یک زوج 350 دلاره. مورد بعدی بانگاریا آیلند ریسورت توی مالزی. تو اطراف آبهای مالزی جزیره کوچکی وجود داره که تو اون 47 ویلای کوچک و بزرگ ساخته شده و به جهت مناظر دیدنی
و زیبایی که داره از جمله مقاصد گردشگری جنوب شرق آسیا و حتی جهان محسوب میشه. شنا با لاک‌پشت‌ها از جمله سرگرمی‌های کم نظیریه که تو ساحل این جزیره امکانش وجود داره. شنا در اطراف کوسه‌ها البته با رعایت موارد کاملا ایمنی انجام میشه. تورهای اکتشافی تو جنگل تو این جزیره از دیگر سرگرمی‌های ماجراجویانه‌ایه که تو این جزیره برای مسافران در نظر گرفته شده. هزینه اقامت تو ویلاهای این جزیره برای یک زوج از $540 شروع میشه. مورد بعدی مانتاگی پرایوت آیلند ریسورت. مجمع جزایر فیجی تو اقیانوس آرام قرار داره. این جزیره 240 هکتار هستش و تو زمره جزایر آتشفشانی قرار میگیره. اگر از بالا بهش نگاه کنید شباهت خیلی زیادی به نعل اسب داره. استفاده از بامبو به عنوان یک گیاه بومی تو ساخت ویلای مجللش هم یکی از ویژگی‌های اصلی این جزیره خاص به شمار میاد. هزینه هر شب اقامت تو این ویلاهای این جزیره $610. و اما مورد آخر فریگیت آیلند ریسورت. این جزیره در جنوب خط استوا و در اقیانوس هند قرار داره. 7 ساحل دیدنی این جزیره از شنهای سفیدی پوشیده شده، انگاری که دانه های شکر تو سراسر این ساحل پاشیده شده. در این جزیره 17 ویلا ساخته شده که همشون از چوب درخت محلی که مربوط به همون منطقه است ساخته شده. استخر اختصاصی و جکوزی از ویژگی‌های اصلی این جزیره دیدنی به شمار میان. هزینه اقامت تو ویلاهای این جزیره به ازای هر 3 شب اقامت از €2700 شروع میشه. خیلی ممنونم که تا آخر ویدیو همراه من بودین. لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو روشن کنید و نظرتون رو حتما تو کامنت ها بهم بگید.